دوستان درود بر شما. آرزو میکنم که همواره در پناه خرد باشید. تمام چیزهایی رو که نمیپذیرید تبدیل به فکر شما میشوند. خیلی جمله عمیقیه. تمام چیزهایی رو که نمیپذیرید تبدیل به فکر شما میشوند و دائما ذهن شما را مشغول نگه میدارند، چون ذهن شما سازنده تصاویر زندگی شماست. آنچه را که نپذیرفته اید تبدیل به زندگی شما می شود و خود را تکثیر می کند. هممون تجربه کردیم. اما چیزهایی را که میپذیرید دیگر بخشی از ذهن شما نمی شود و از دایره ذهن شما خارج می شود. مثلا شما پذیرفته اید که خورشید در آسمان است، آب رفع تشنگی می کند، یا لباستان را چگونه بپوشید یا چگونه دوچرخه برانید. آیا در طول شبانه روز به این چیزها فکر می کنید؟ مسلما خیر. پس اگر چیزی را دوست ندارید و میخواهید از زندگیتان محو شود، آن را بپذیرید. به تدریج که ذهن خود را با پذیرفتن خلوت کنید، جا برای خلق تازه ها باز خواهد شد. چقدر جالبه. به تدریج که ذهن خود را با پذیرفتن خلوت کنید، جا برای خلق تازه ها باز می شود. آره دیگه، ما هیچ چیز رو وقتی قبول نداریم، وقتی نمیپذیریم، مثلا یه نوع دم دستیش که اکثرمون تجربه کردیم، وابستگیه. باید بپذیریم که دیگه نیست، رفت، تمام شد. و خیلی مسائل دیگه با پذیرفتنش ما میتونیم اون رو از دایره ذهنمون خارج کنیم و منتظر خلق چیزهای تازه‌ای باشیم در ذهنمون. این خیلی مهمه. این نوشته خیلی جالب از کتاب نیروی حال از اکهارت توله هست که معلم معنوی آلمانیه که یکی از پرفروشترین کتاب‌های دنیا شده. بهتون پیشنهاد میکنم. و یه بیت شعر مولانای بزرگ داره که همیشه میگم، ببین همه چیز در دست ماست، همه چیز در نزد ماست. مولانا 900 سال پیش مولانای بزرگ میگه خودمون رو میتونیم اصلاح کنیم. میگه بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. این بافتنی ها رو بریزیم بیرون. گاهی مراقبه کنیم، سکوت کنیم و در دل این سکوت تمام این زباله‌های فکری رو بیرون بریزیم که از صبح تا شب ما داریم یه کار دیگه انجام میدیم ولی اونجا نیستیم، چون ذهنمون جای دیگه است. و تا وقتی قلبمون یه جا، ذهنمون یه جا و روحمون یک جاست، هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه درستی برسیم. ببخشید به عنوان یه برادر کوچیک‌تر اینا رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که از این متن خوشتون اومده باشه و میدونید که چقدر دوستتون دارم. با عشق مراقب خودتون باشید. بوس به شما.